رحمان بله اینا بخیر سیخ زده رئیسی بله ها بدن خال نیستن انشاءالله بخیر فقط خوب فرمایشی ترکاری دار دیگه همون تو باید یک زغال هم تازه است زغال بخیر تازه است به نظر صحیح هم دیگه انشاءالله سیخ زدن شد بخیر نه خب صحیح جور که مگم زنبور سوزه کار بنگس میکنم ما چون که چی میگه که غفار ما صحیح نمیشتم کل کب سرمی سیخ کباب چوپان میگه بسیار مزه میده باش باز پخته میشه ببینیم که نمک چی انداختیشه؟ از دیگه نمک از نمک چنایی؟ میگمش با چینکی پینکی میکنی خال نفته چینکی در کجا بریم ما؟ من داختی وزود نرم میکرد آجور خواد یاده بود مگه نیگه به دیگه سلام صاحب که کباب چوپان این خوشپز است این باید چوپان پخته چوپانی هم که دادش کو چوپانی داره هم کردیم یاده خب دادش تو خیلی به مخاطری کباب چوپان فرمایش داده حالا خام که اگر خام ماند کباب لیاقت غفار خو نمیتونه بیچاره فشارش پایین میشه یا بالا میره من تو مرا بکش از لیست مرا لیست است نه مرا بکش وایس شبیر سیخ میدانه و جان زمین هیچ کلتان بیشتر فقط مرا امر برو سعیز دیگه گیر از این فرار کردن نمیتونم کات کش میکنم کاکا مبین چقدر وقت است که رحمان کوی ما مشناسی و اگر کدام خاطره داشته باشی ازش به خاطر که ما که میبینم زیاد کلوز هستیم دوستای صمیمی خاطره جالب باشه ولی خاطره خود زیاد است یک خاطره جالب است من قصه کنم خفه نشه ببخشید من بگم یک خاطره شما را بگو بفرما استاد به نظر من آخرای سه بود که یک بوجی را آورد که میره سه پر کن ترکایی که پتکی هم نه بوده زیاد است نه بگو رحمان بگو این یک خاطره که هیچ فراموش نشده نیست دیگه این که یک یازنی خود جنگ کرده بود که یک یازنی خود جنگ کرده بود خب من خبر شدم برای من زنگ زدن که بیا که جنگ کردن خیستم رفتم از پغمان نه سر کوتل رفتم که وقت یازنه را چیز اوزه بندی کردن اوزه بندی کردن یک رقم برف میباره شب هم هست اینه قیره قدر برف میباره خب رفتم میره دیدم در خانه ایشون رفتم با آدم در حوزه برش نان بردم و گفتم خیر صبح من خلاص میکنم گوشت قاق بردم برای زود حوزه بردم خب وقت غمای از یا با سرم است خب من میفهم بخترم میگم جالبش خویی است که صبح رفتم که مردکر از حوزه بکشم ضمانتش کردم کل کارش خلاص کردم در میدان حوزه چند است و پیش کوتل حوزه عبده یک جوی بسیار کلان چقار افتیدی دمی جوی افتیدم الله خود تختاری همی داغ پایم تا بالا است اینمی داغ از اینمی آسینه اینی خاطری جالب است یک دفعه میرم دوزه اول از یک دفعه میرم واسه از اینه میکنم کو بدر بان که آدم ایلا کنم نه ایلاش نمیکنم باشه او بدر او جمشیریت است نمیشه نه ایلاش نمیکنم و تا پدر خیبر جان سید رحیم لالای کلانم میشه او بیخی دیگه همی گپ که در بین ما چون یک مناشقه پیدا شده بود گفتو به دیگه راه نداره و راستی گپ دور من با مبین جان دیگه فکر کرد بیادر که پیشتر بود این که همی خانه آمد همی اشتکا گفت که چطور کنی گفت والا ندیدی نه پت شده میتونم نه گریخته میتونم نه فرار کرده میتونم این دیگه میفهم هر رقم کارش از این قصه جالب زیاد است یک چند قصه جالب بشنویم از کی از کاکا موبین ناگفتن ما نام کاکای دیگه ما موبین است موبین جان خاطرش گفت از خود رحمان بشنویم بیان خود فقط باش که بیدیم تو باش من چطور بزنم که خاطرات جالب ما عادی زیادتر ما عادی ما چیز خوش داریم مولانگا بعد رو دیگه روزا خیر یکم روزای جمعه دبین دیگه تو گشنه توشنه که دیگه خب طابق یک روز بعد دیدیم حالا بسیار کوشش میکنیم که یک هفته یک دفعه باید ببینیم بعد نایم یادیم که قفابی داره فرق دو تا ایمانی او میفهمه که ما که میریم دیگه مبین جان بیادر خان در دوم است از مام است دیگه عرصه محمود دیگه میشینیم در دلم میکنیم دیگه چپردانی هم میکنیم
یک روز سوخته بود نه دیگه موبین جان از پیش خود سوخته بود. مثل خارا غیبت نمیکنه؟ نه غیبت نه انشالله غیبت خیلی داشت. نه واقعا که دوستای خوب هستیم در این طول 20 سال 25 سال که ما دوست هستیم دوستای خوب هستیم و همیشه وقت ما بسیار خوب تیر شده از جایی که یک جای شدیم غیبت چیز نبوده فقط قصای جالب بوده خاطرات بوده و در بین ما کدام خفگی هم تا فعلا فضل خدا نامده هیچ کدام گپ نشده و امراضی بسیار قایم هستیم امراض قایم بسیار قایم امراض یکی پیش دیگه داریم میشه که یکی از رازایتان امروز افشا کنین والا نه فکر نکنم پود باشه حتی ما تا شدم بسیار اگراد پنهانی بود که حتی ما آدی کردگام خبرم امورم به دلم طاقت نکردم چون خواهد این خب پیشتر برای گفتم که از بیادرم که پیشتر رفت خسته بود دیگه مثل امنامش مبین جان و رحیم جان او هم عین همتره بازی هم لالای کلان است هم لالای خود بگه میشه که نمیفهم سن سال ما سنجش نشد همه تا چیز میکنیم دیگه ما تو یکی دیگه پود نمیکنیم خال نفته بسیار خال نفته کاکا مبین دمی دو کدام چیز به نظرم گد بود مرد یک قسم ایرام خواهو میبره ایرام خواهو میبره مرم خواهو میبره استاد سلامم چی گپ بود دیگه چیز نبود فکر میکنم بادرنگ انداختم امرای ریحان خال نفسه او ریحان بود یا نانا؟ نانا هم بود ریحان هم بود خب شد که ریحانش خیمزیش نفهمیدم دادان من آمده چرا؟ حق بعدم میایه نه از اون ریحانه که تو از بازار خریدی خوردی اما نانایش کسته کم ریحان او یک رقم بویک میتک بوی خراب میتک چرا که خام بویک میتک چرا نفستنگی مطور میتن خال نفیسه او از زمینای خدا نکهو میزنن از هوای بازار و کوچه در منطقه چی میگه چلستون اینجا کشت میشه از هوای خراب است از هوای دریا اینجا که هست هوایی است که از 25 30 متر زمین از بشکر پر کردیم یک هوایی است که فکس هوا مدنی دیگه خلاص او پغمان نام دارم ترکاری هر چیزی که جا بخوری نظر به موهاش مزه شونه مقدر خوب یعنی خودت که هیچ نمیخوری هیچ نفهمیدی که ریحان خوردی نفهمیدم اگر نه ریحان ما اسما برنچی دارم در زود سیاست میکنم یک دفعه بسیار بشار خریدم بیا کمی برم بخورم این چی هست نو برآمدم با پختن کباب اجازه است بریم امیر ابانی از همونجا گفتم بیا چی کنیم سی خالی رفتم خریدم خانه بردم کمی یک دانگک شد برای نان ماندم دویدانم که خوردم که یک پسم بعض ما خراب کرد تاوی بودی روز نخریدم نه انشالله که اوت یک چیز نیست بی خاطر تجمع بگیر نه من هیچ نفهمیدم بوشه من نمیفهم که ریحان هم انداختیم ما بچه همینجا ریحان انداختیم تو بیار تمی دوغه این سونو ما بیار دوغه اگه مانده باشه باش که سعی کنیم ریحان انداختیم نه ریحان انداختیم خاطر جمع باش نه ناناست ناناست شکر که بلا بود برکتش ناناست ریحان انداختیم باش اگر ما سیاست در ماجل هم نمیم مثلا استاد جان خال نفسه امروز چرتک زبه میرم تو ما بیخیر نه پیش از تو چی بودد زیاد چرت نه مگه مال خوب شده نه خیبر جان بچیم مرقی 100% گرفتیم درجه مرقیم به هر پیش رفت به خدا اگر در جای ما دیگه کس باشه ما میفهمم غفار جان اگر یا از زمین خدا شعور داده بتانه خب مو دوای مرقه خو یه پیش ماست من میتونم تیناد امروز ببر جور تیار میشه دیگه دوام نخو خلاص من ببخشید این مرقه گوی گرفته عرقم نه مرقه انسانی خیلی حیوانی نگرفته حیوانی هم از مرقه بروسلوز به نام بروسلوز یاد میشه همین من شنیده بودم ببخشید بروسلوز است راست میگه او از شیر گرفتم از پنیر آوام شیری که صحیح جوش نشه نه حال فضل خدا تیپان بسیار خوب شده بسیار خال نفسه یک پکه کدن نمیری یک فضا سر روی آدم تاثیر میکنه یک رقم بوتاسی جا به نام ما چاربیخ میگم شاید نامش شنیده باشه چاربیخ از اون حالی بچه‌ها رو میگم بعد بکشه نامش شنیدیم گفتن مرا بخو گفتم از کجا او نمور پاک بشوید خانه کم ور کتی گلاس بزنیش میدیش کو داوترش کو شاوترش کو صبح بخیسی نار یک گلاس بخور تلخه بسیار تلخ است صبح 3 روز میره بخور مرغ از بین میره دوای دکتر که تلخ نیست آره دوای مرغ و نموس که جور شه اما بیخی جور میشی دیگه یک وضعیت ما خراب کرد چی میکنید پکه کدن نمیتونه لیاقت یک ذره کم کنید نسل زانه کباب
میسوزانه دای بغلک کتش کن. میچسبه در گوشت. خب کمیسونش کن. دای بغلک کتش کن. میسونش کن. وقت نکو بیادر که از زیر سراخ ندار آتشت گل میشه. وقت نکو. لیاقت جان پکه که برو. خال نفسه لیاقت پکام کردن نمیتونه. سایکو سایکو. الله دک پکه. دو سیر کلر خوشور میتایی. خال نفسه هم پکوی را شنودی؟ گواره جنبان گواره. گواره جنبان ندیدی که یک قسم چیز است. خال نفسه درخت است، درخت توت زیاد میباشن. در درخت زیاد میشه. میگه 2 نفر همزمان پکه خیردن لیاقت صاحب. خب کلان دارنه کلانش باز ما میترسم. لیاقت صاحب میگه 2 نفر همزمان پکه خیردن. یکی از این پکه زودتر خراب شد. این پکای دستی. ما و تو بودیم. خب ما لیاقت بودیم. این پکه را من خیلی استفاده کردم من خراب شد. رفتم پیش لیاقت گفتم لیاقت صاحب پکه که ما تو یک جای خریدیم یک چیز بود. یک قیمت. چرا من زود خراب شد است تو هست. گفت چی رقم گرفتی؟ گفتم من گرفتم من تو کردم. گفت پکه را تو بگیر کنه تو هیچ خراب نمیشه. راست میگه حاجت پکه نبود. به خاطر اینا ما گفتیم کتا کتا است گوشه خود شمال میتن. گوشه تو چوچه خب از این میمان ما نامشان بپرس. پکایی یگان خواندنا یگان شیرا هر چیزی داره. شاهزاده خوب هستی صحتمند؟ بله. نامک چیست؟ عبدالله جان قند. عبدالله جان به نظرم بچه کاکو مبین هستی دیگه. خب در خانه پدرت دوست داری یا مادرت؟ هر دویشه. چقدر؟ هر دویشه کدام زیاد کدامش دوست داری؟ برو پدر چیز نمیگه رویش اصلا نمیشنوه. کاکو مبین تو طرف سایکو کی میگه؟ گوشهش خود بگیره. گوشهش. کدامشه؟ پدرم. سایکو ناجوانه. معلوم داره همیشه جنگ از دیگه در خانه. چی میگه؟ سنف چند درس خوندی بخیر؟ صنف 5. صنف 5. نه به خدا. حالا دقیقات کی را زیادتر میشناسی؟ دقیقاتی که آمدن امروز مهمانتون شدن؟ از استاد چطور میشناسی؟ سریالش. کدام سریاله؟ عشق پیری. نه تو از من بدتر به خدا. این باز پسان کلان کشه باز نام خدا بسیار بجرات نه. بسیار برعکس میشن برعکس. بسیار نام خدا شوخ میشه. بسیار سلامت تو کباب امروز برات پختن کنیم. ایواز سیخ. ایواز کباب سیخه بخوری بود. ایواز کباب سیخه بخوری. من که سونه خودت سونی هاش سونی چمچه و سونی استاد رحمان میبینم من چم بغم همی بویش کافیست نه؟ لیاقت برو یک رستورانت والا شو چی رقم میگی اونا مثلا؟ چی رقم صدا میکنی؟ کباب چوپان، کباب تکه، کباب قابلیت. بیا خاله جان داخل بیا. کباب کرایی. او بچه خوراک چند است؟ کباب چوپان 130 روپیه. کباب دیخان چند است؟ کباب دیخان 15 روپیه. دل جیگرت بریزه کباب جیگر چند است؟ کباب جیگر خاله جان با مدلت. نه بگو جیگر دست بریختان نیست خاله جان. والا خدایی ده خیر بده بسیار فروشه. والا. حال نفیسه دو نامزاده از امیرای کبابی میگذاشتن. کمی کبابی از ما بتر دودش است. یعنی الان خانم میگه هلو عزیزم چی یک بوی کبابی است. دیگه اون مفلس نامزادش. گفت یا خیر عزیزم یک بار دگان تیر میشه خب باز ما یک دونه یادم اومد خال نفسه میگه یک نفر بیچاره کم مغل بود. باز رفت یک تو تکنان بغل خود گرفتیم پیش کبابی میگرفت دمی دودش میزد میخورد. این کبابی دید که آدم ساده است. آمد گفت مرا بده پیسه کباب. گفت چی رو بتم؟ گفت پیسه دودشه. گفت خب گفت همه جیب خود دودانه پنجره کشید زد دمی زمین پیسه را پزدم جیب خود مان گفت بگی خیش رنگشه. دیگه خال نفسه چند تصویر ببینن بخیر در خدمتشان هستیم.
خاله نفسه کباب آماده شده بخیر یک توتک گرفتم بیا بچیم پشت کباب نگرد بیا که بریم ترکاری بچینیم خب دوستان منتظر باشن بخیر میبینیم شبیرم بیا شبیر بیا بیا بچیم تک نکو بیا من تو کار دارم 100 دفعه گفتم چبلیای تو اسکو یک بوته وارد چوب بند مانده پایین نه چوب در پای ما بند او زمینه ها چی داره او داده دست پلوانکش بریم یالله خیر بخش تو دوجا موده کردم یعنی ترکاری زیبیشین خال نمیستم نیست بچه می ترکاری کاسته این یارو یعلف هست نیست یعلف هست ایوان خو نیستی بچه که بچینم بانک سعید ترکاری بچینم نانا گشنیک واره خو مشناسی کاو یعنی داده ستوانی بازی میکنن چه قسم؟ خوشی گندم هم بود باید از مرز خارج شویم خاله نفسه خارج میشیم بخیر الو بسم الله چه خوب جو چرک هسته که صاف روان هسته کدام سو؟ اونجا اینی درخت چیز؟ درخت چنار است؟ کاکایی درخت چی هست دیگه؟ این درخت است یک رقم درخت بلان سوچنار بسیار کلان میشه بسیار کلان میشه دیگه تو فکر کن که دو سه نفرم دست خود بگیره بغل کنه در بغلش نمه بازی چی به درد میخورم ای دیگه باز مردم زرسایش میشه نه برای تخته میکشن خود چارتراش تخته میکشن خود چارتراش از همین چوب میکشن تخته و چارتراش میگه نه این بیچاره در عمر کم بسیار زود کلان میشه شاید می 8 سال 9 سال باشه نه بسیار عمر کم بسیار زود کلان میشه بسیار نام خدا بلند است این قسمت طبیعت دیسک تا کجا هم یک سیده رفته درخت سعی نام خدا بازی سونش هیچ چیز نیست شاخچگک چیزا نیست این تا او جمع سیده رفته اگه انسان هم مثل زی ور میبود قصد کلان میشد انسان دیگه قدر زود باید کلان نشه زود کلان شد زود عمرش هم ختم میشه طفلی جوانی نوجوانی خواست یک هر دوره از خود یک خاطرات خوش داره یک لذت داره لذت خاص خود داره آدم خورد می باشه چی؟ حالا نچشیدیم خال نفسه امیدوار هستیم بچشیم از چی بچیم؟ لذت جوانی را شما جوان شید ما نوجوان هستیم اینه باز جوان شید ما نوجوان هستیم شما خود جوان هستیم راست میگم لذت جوانی چی است من بگویم؟ این میال در روز کباب است در داخل برنامه خود دست تو این لذت است لذت سگ در بین قدر زمین ها پتی و پلوان چی نام خدا یک خانه لفظ است بسیار یک خانه مقبول زیبا چی گلای است چه مقبول گلدان جور کرده همرنگ سپاس کاشی است گل بنام چی است اینی؟ خوشبی است من خریدم از من خشک شد از بازار من خیاط نداشتم ما چی خبر که داریم کاکا بازی گلاه زیادتر از این وقتش مثلا تا بهار است مثلا دنی ما یا کارشون خلاص میشه نه یا بازی کد نخواین چه نه فصلی این مکمل سال است حتی در زمستان هم در داخل خانه بالش هم گل میکنه باز گلایی که مثلا در چی است گل مرسل میگه گل چی میگه باز زود حتما او راه یک فصلی است یک فصل گل میکنه پس از بین میره این گلا هست باز اگر زمستان هم یک جای گرم بالش هم گل میکنه خب مثل گلخانه واره پلاستیک بگیم او درخت است چه خوب مقبول اونه ما هم دیدم ما یک دیگر نشان کنیم برو سعیس نه گل است که به اندازه قد شدید قدم یک قمی بود من چه کم داشتم یعنی تا گل مرا خوش میکنه دکه
بوی نداره. نه بوی نداره. کاکمو نه. توان زیاره بگی من پای من نیست. اینا بیا که ما تو طرف نشان بتون بیا. چی یک توت با پختم شده شاتوت است. کو شاتوته؟ نه. باش من یک تاشو برد بکنم. اجازه است کاکا؟ میره با میگه اجازه است. نه. اجازه نگیره. نه اینی پخته شده. بخورش اون است. پای ما تانشان. اون وقت حق خود خیبر کنده. بیا تو که باغ هست نام خدا نام خدا. اینا رو خوش که کاکمو بیدی اجازه است. اینی کمی جا بچریم. اجازه نگیره دیگه نیست گفتم تو زمین خیبر؟ کسباریتون خلاص همینجا دیگه بچر. خوب تو زمینی بود اما خلاص شد دیگه. شبیر جان خیبر جان شما دو نفر برین بچرین. من استاد میشم من باغوان اون تو زمینی. چی رقم بچریم؟ چرا چی میتونی اگه پیدا کنی چریدن. شاید نصیب شما مون نباشه کلانای شما جمع کردیم اکران تا پیدا کردی بخوری خاله من پیدا میکنم. خاله اونجا شفتل است میتونی که شفتل است. آه شفتل و با اینقدر شفتل خوش دارم. این مولی سرخک است. تر و تیزک. شروع کن از اون سر. این تو از اینجا بسم الله. آه داست. من نبیگی دوست. کار دسته. تو به این خاطر از میگم. تو میدونی من فقط سیک میکنم. اینی شبتم است پولیزی. آها. خود چیز است که گشنیچ. گشتی است کامل کلان شده. خواه. این خیوگکایش نکنم که تخم. بگن نیریگه مخدرم میگه. زیاد نگی خال نفسه که باز نمونه. آه کم بگیرین حلقه که. خب بس این بس گرش نیست. باشین تر و تیزک. بیشی خیبر جون تر و تیزک در او کن. ترا تیزک. حد که باید نه یعنی هتل و رسیده دیفته برام میشه. اینه. میفهمی خیبر جان یک بار خوندیم از خارج زنگ زد تصویرای خانه خود نشان داد گفت ما اینی گلدانکا را جور کردیم اینی سبزگکا را جور کردیم ترکاری رومی کل دمدان روسی در گلدان کشت کرده باید گفت که اینی رومی است که ما خودم کشت کردیم میخورم در خارج بیا نه بس است آه بس است بیا که برای ما خیلی که برای تن از چی کاو نیست کوسته اون زردالو است پلیس اون زردالو مرا میگه تو باش کنم مورا یک تا شفتالو زردالو اونجا بکن این شفتالو است شفتالو است. بیگ از این این درخت خورد شفتالو که از ما درخت موقع کلان است باندیم شفتالو که دیگه نه زراعت است ما خدا دیگه زمین پربار است بله چاقویت است خال نفیسه بله فقط بیخ شبانی خوب که باز درو میدی خو چند بار ما درو کردیم این قبلندک اینه خو اینه نه بالا اینه میگه اینه چقدر این کوا چطور این رقم کوایی که سعی کن که کاو که بریده شد چقدر شیره داره در بینش سفید این سفید امیره پر قوی چیز است از این میاد باز اینیش مثلا میگه که خودت بکنی و خودت بخوری بخیر با بازار کوی چینی است اینه خال نفیسه این یا خوب کلان است ما دیروز کد دادیمشون پریروز کارگاهش خراب کردیم کد زیاد دادیم بس از خودم چیز بس است بس از دیگه کس نمیخوره باز میمونه ایفش نکه اوسو بفته بیا که بریم دیگه شفتل سر کرد شفتل حالا کاش که مرچ مساله دارم میاردم که اینا را کتی مرچ شفتل مرچ میخوردم امی کاکو ببین امی کچولو در پایین بوته می باشه بالای بوته پایین بوته خودشان کلام شده میرن همینجا پایین بوته کچولو میکنه بازار وقتی که آخر سال بوتهایش اول میکنیم یک چیز که دی بوتا موره دیگه اینو جواره در زیر می باشه همه بیل چپا میکنیم کچولش چینده یا کچولو است کاکا کچولام درخت داره درختش نیست بوتهش است اینمی قسمی است که تولید مثل زیاد تولید میکنن زیر زمین تو از این ریشه به نظرم میکشه خب بفرمایید شفتل استفاده کنید حالا چی یک شفتل پشتونو کرد در او شده قیش بیرون کاری نه نظرم شفتالوست
شفتالو شهیل است. سرخ کلام که میشه. چه خوب. شبیر تا بال نشته به این رقم ده بودی کدام نوش پیاز نیست او چیز خیلی خلاص شبیر شفتال نپر تو دقات ترکاری بخو. این ما به خوردن آمدیم. نه سعی کنی تو از ما و یاد دیگه. شستنش این باش خواهد کاش اوسه کنم. این ششتگیسته. خب کاکمو بین این چی است؟ او پیاز است که این بچه ها شانده همی پیاز کلچه پیاز که بشونی بازو پس اثر سوز میکنه اینا رو تخم میکنه. یعنی تخمش است. تخم پیاز میشه. پس اون رو بگیری به سال بکن باز تخم میشه. دیگه حالا فهمیدی؟ گل است. کل چیز خاموش است. ما کدوم شفتالو نمیکنه؟ ما خیبر جان باشیم. هو چی؟ سال نو شانده میشه. چی کنم که گل کنه؟ چی کنه؟ شفتالو. خدمت شده میکنی؟ آو خواهیش میشه. یک آو خب مهم نیست. یک آو تو بتو. 20 خم کباب بعد چیز میخوری. 20 خم کباب راست میگم. نه گریسی کوکلوزای ماره. خب یک قفایده داره شفتال. باشه ما قفایده داره بیاد یک بیاندازه. چیز مونده دیگه جان. شفتالو. چی زردالو. زردالو پختش نه؟ نه. قرص. بریم ببینیم قرش. بی. تو غوره رو ندیدی؟ خیبر جان تو غوره رو ندیدی؟ این تخم بانجان از شوروی خواستیم آورده برم که 100 دانه بوده کشتم سوس کردم بانجان رومیست اما بانجان رومیش سیاه در افغانستان تابال نیست بانجان نمی سیاه او چه قسم هستن؟ آش میکنی بینش ساخت بانجان میوری مزه میده یا نه؟ مزه شما باش خراب نشه. زمین پایتان نه نه من سر پلوان پای خودم ماندم. خیابانک بردم یعنی به نظر ما که زردالو نیست. نیستی بس خراب شده دیگه کاری را میکشیم بخیر خشک کنک. خشک شده و خود ما خواستیم که باید برای بخاطر از اینکه درخت نو بشانم رحمان گفت نه که شما شفتالو و گردالو و چیزا زیاد داشتید چه شد اونا خشک شد حالا نو دیگه نشون را ایستم که بس بخیر خب چیز شفتالو یارا نوشاندیم. دیگه اینم بخیر زمستان میکشه میشه پس اول بار بخیر دیگه درخت میشه بیا خیر باشه هرچی باشه کتی خیرش باشه. درخت زردالو. یعنی زردالو پیج برم که نگرد زردالو دیگه داره این دو دانه داره بهتر از خیبر جان که امسال شمال زیاد شد در عین گل کردن همه غوره بوده و همه چیز بوده کل شریخ دانده. اینه بیا تو بچه اینه یا قمزه میته باش کم یک دانه بود چیز گرفت شبیه نه برو اصلا بجا من خال نیست این یک دور بگیر اینو بخوریم نه کنزو سایل کن نه سایلش کن بویش کن از مام دخونه مام مقر شده چه خوردن میشه قیصر کی چقدر خیلی نه خواست خانه بخور این از این نانا نقطه بودم پال نفیس های نانا مز بودم اون اگه نانا میکنه یک ذره بکنم نه نخواد که از بخوره یا میخوری بچه ها وقتی نانا بخور مردم چپیلاق ماینده رو بخوره خال نمیشن تو نانا میگی میخوریم هاوام داده کرده که از بیخ مبرایه چی یک بوی داره نه به همه یک بوی خاص داره عطر کوبه کوره ما از ریشه کردی خال نمیشن قرار تو بچیم که یک شفتولی ترشی هست زردالو یا شفتالو زردالو اونم مرغ ما هم دارم بریم بخیر خال نمیشن دوستای عزیز شما خیلی بیننده باشین که بخیر با سرتون مکزونی
انشالله که بدلتون پخته کده اونه بسیار خوب بسیار مزدار یارا پگای تو پخته کنی خیبر جان باید درجمه ما را ایجا بیاری ما تو کباب دیگه دیگه دفعه کباب تکه پخته نه دیگه دفعه ما گفتم کارایی باشه خوبش باشه چی گفتی خیبر جان کرایی خوب سیده نه بر من اینمی کباب باشه چوپان کباب اول نخوردین یه دفعه بخوریم با جانی اینه من دی توته دارم بسم الله خب خال نمیستد کباب بخیر بخورین دوستان بخیر چند تصویرش ببینن اجا بخیر تصمیم داریم که بریم باز یک شیریخ هم بخوریم نو بیشک امی چیز شد کاکا رحمان من میگم دست درد نکنم خب همه تا تایت پختش کردی بر ما فکیش هم کردیم خال نفیسه دوستایتان درد یادم پکیز برو در میسار 14 منزلی سینمای پامیر برات یک بنادرخانه آباد میکنم خیر ببینید میگم این بنادرخانه از لیاقت جان است که کباب و پکه کرده استاد رحمان دست درد نکردی پای درد خب ناگفتنمون جا داره تشکری خاص از خانواده خیرخواه صاحب عزیز کنیم که لطف کردن پیسه روان کردن تا ای که به خاطر بریم گرد هم بشینیم هدف مخال نفسایی است که گرد هم بشینیم چند نظر با هم قصه کنیم اینمی همه چیز است دیگه بخیر و بخوبی خداحافظی نمیکنیم میریم مزمت بخیر یک چکر چی خوردن چی میگن شیریخ خوردن اگه شیریخ پیدا نشد آیس کریم میخوریم تو خال نفیسه؟ نه شیریخ آیس کریم چی در پر آیس کریم میخره برات خلاص شیریخ قیمت است خود تو هر چقدر خورده تونستی من میخرم هیچ خوردن یاد نداری که بخدا حالا چطور کنم تو مرسل کردی هیچ کپ یاد نمیگیری نوجان تان دیگه دوستای عزیزم چند تصویر ببینن ان شاء الله ما در خدمتشم واه 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 شیریخ دیدی و شنیدی چقدر نادیده بودی با خدا نمیمونم که دم جان از این مردم بزنی خال نفیسه شیریخ زنده خود میشه یا فایده میشه صحیح خدا نه بجوش نه بچوشش